سلام، اجازه میدیم من این سوال بکنم؟ بفرمایید. آقای عرب و آقای کرد، اصلا آقا ما تا امروز اشتباه کرده بودیم، همه ما خیلی صدای همدیگر رو نمیفهمیم، حرف همدیگر رو نمیفهمیم، این مال فاشیست هست. وگرنه ما الان باید به کردی الان اینجا حرف میزنیم. بنده از سننداش در خدمت شما هستم. فقط از این آقای تاریخ‌دان میخوام بگه کلمه کرد از کی از چون داره از کتاب میخونه، میخوام ببینم که معنی کلمه 3000 سال پیش از من اومده. خب 3000 سال پیش ولش کن. 3000 سال قبل بیاد ها. 5000 سال پیش پس میشه الان 5000 سال. خب شما کتابای ولادیمیر الکسیویچ ایوانو رو خوندیم؟ مکنزی رو خوندیم؟ بله. مارتین فان برانس رو خوندیم؟ نه. نخوندیم. کلمه کرد و این همه اونا شما از کتاب حرف میزنین ها، اونا کلمه کرد رو چی معنی کردن؟ خورشید. بابا خورشید چی؟ کلمه کرد دقیقا کلمه کرد یعنی خورشید. خود کلمه کرد آورده. خود کلمه کرد از خور میاد. خور. نه خورشید. خور بزرگ. چی یعنی بزرگ؟ کلمه کرد خودش اومده. اینا همشون هم الکسیویچ ایوانوف، هم مکنزی، هم تو تاریخ تبری هم هست. خب نوشته کردهای عرب. مگه میشه یه نفر هم کرد باشه هم عرب؟ این میشه؟ نه. خب نوشته کردهای ترک. میشه؟ خب خود نوشته. نه بیخود نوشته. اجازه بدیم. یه چیزی رو نمیتونه بنویسه دیگه. وقتی که بله که چرت و پرت هم میتونم بنویسم. چه اشکالی؟ میاد چرت و پرت بنویسم. اومده چرت و پرت بنویسه. اجازه بدیم. اونا کتابان که شما میگین حتی اجازه بدیم. نه آخه منبع داریم که جز متون دانشگاهی همه این کتاب ها آکادمیکی، اینا هیچ کدومشون مال خاله من کتاب های کتاب میگی هیچ کدوم جز متون دانشگاهی نیست. مثلا نمونه اگه بخوای پیرامون کتاب تاریخ ماد مثلا بخوای جز متون دانشگاهی منبع بیاری، میتونی از منبع تاریخ ماد دیاکونوف بگی که همین الان جز متون دانشگاهی ایرانه. خب دیاکو گفته که اصلا ما از مادها نیستیم. آقا من یه سوال دیگه بپرسم برم باید. تو کتابای تاریخی، تو همین کتابا یا تو کتابای مؤخر که این اخیرا نوشته شده، مثلا 300 سال یا 400 سال پیش، یا اصلا کتابی که 100 سال پیش نوشته شده، خب مثلا نوشته فضولی پدرش کرد بود و از همین راه ارتزاق میکرد. یعنی چی؟ مگه یه نفر تکرار کن نمیدونم حرفت چی بود؟ فضولی از پدرش از کردهای آذربایجان بود و از همین راه ارتزاق میکرد. یعنی چی؟ داداش من نمیدونم. خب نمیدونی؟ تو همین اسمایی هم که بردم، کلمه کرد یعنی رمه کردن، یعنی سوپان. کرد شغله، اسم قوم نیست، اسم یه ملت نیست. چه اینو نمیفهمی؟